سلام، به کانال خودتون خیلی خوش اومدید. توی این ویدیو میخوام در مورد کیبورد A350 اورینتال براتون صحبت بکنم و یه تست صدا برای ریتم کیبورد براتون بگیرم. اون دوستانی که میخوان این کیبورد خرید کنن برای تمرینات پیانویی و آهنگ‌های ایرانی، کیبورد خیلی خوبی هست. پیشنهاد میشه که این کیبورد رو خرید بکنم و ریتم‌های خیلی خوبم برای این کیبورد ساخته شده و موجود هستش. بریم داخل ویدیو و برای تست این کیبورد عالی. خب میرم برای تست اینسترومنت‌ها. اولین صدام که بود رو تست کردیم به ترتیب نی. صدای بعدی اون قانونه، خیلی قانونه واضح و شفافی داره. صدای ساز، سرنا، بازوکی، صدای سنتور خیلی خوبی هم داره. صدای بعدی سورنا. این از صدای اورینتال کیبورد هست. صدای خیلی عالی داره. به ترتیب میریم جلو. واقعا کیبورد خوش صدایی هست که جلوی خودشو داره. صدای نیامبو، صدای مزمار، مزمارهای مختلف، صدای استرینگ زهیرهای خیلی خوب، صدای اورینتال این کیبورد هست و به زیبایی روی کیبورد کار شده. صدای بعدی صدای برس و زورنا. صدای بالابان خیلی عالی. صدای کلارنت. خب این از تست اینسترومنت ها و حالا میرم برای تست ریتم های کیبورد. اولین ریتم انتخاب میکنم 6-8 غیری. بعدی بریم برای 6-8 رینگی. ریتم بعدی تست کنیم. اینطوری کارو گوش کنیم. ریتم کردی خیلی زیبا. ریتم بندریشو گوش کنیم.
ریتم آذری اینتروش رو فعال میکنم. آذری لزگی با اینترو پخشش کنیم. بعدی آذری خیلی جالب داره و ناقارای خیلی زیبا توش کار شده. آذری بعدی ریتم بعدی آذری بعدی ریتمای خیلی جالب آذری تو این کیبورد کار شده، گوش کنیم. شیشه هشت دنسی ریتم تونبایی یا آذری دیگه اجرا کنیم. شیش و هشت آهنگ بسیار زیبای هایده. خب یه سری ریتم ترکی استانبولی این دستگاه بزنیم. ریتم بحت رو انتخاب میکنم. دوستان که کارهای ترکی استانبولی دوست دارن و تو محیط لذت میبرن، این کیبورد بهشون پیشنهاد میشه. خیلی دستگاه خوب و باحالی هستش و از این نظر دستگاه خوبی به حساب میاد. ریتم بعدی استایل‌های خوب همراه با اینتروی خیلی جالب روش کار شده.
خب این اومد تست آخری این ریتممون. اگر قصد خرید فروش و تغییر ریتم این کیبورد داشتید، کار من همین هست، خرید فروش دارم. شماره‌ام پایین از تماس بگیرید، خوشحال میشم بتونم کمکتون کنم یک خرید و یک فروش سالم داشته باشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید لایک و سابسکرایب کن، سوالی هم بود توی کامنت برام بنویس. همتون به خدا میسپارم تا ویدیو بعد. خدا نگهدار.